با قسمت چهارم از آموزش پلتفرم تریدینگ ویو کنارتونم و قراره در این ویدیو با اندیکاتورها آشنا بشیم و ببینیم اصلا اندیکاتورها چیه، چطوری میشه ازشون استفاده کرد و بهترین اندیکاتورها که موقع تحلیل قیمت به کارمون میاد کدومان. خیلی خلاصه بخوام بگم اندیکاتورها مجموعه ای از داده یا فرمول‌های ریاضیه که برای تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده میشن و ما میتونیم به صورت رایگان روی چارتمون بندازیم و ازشون برای گرفتن سیگنال خرید و فروش کمک بگیریم. خب دوستان، تو قسمت قبل ابزارهای معاملاتی رو توضیح دادیم و گفتیم برای تحلیل هر دارایی ازشون استفاده میکنیم. با تایم فرم‌های معاملاتی و انواع نمودارهای قیمتی هم آشنا شدیم. نحوه آلارم گذاری رو هم کامل بررسی کردیم. موردی که امروز درباره‌اش صحبت میکنیم اندیکاتورهاست که در این قسمت میشه ازشون استفاده کرد و به چارتتون اضافه کنین. به عنوان مثال من اندیکاتور RSI رو سرچ میکنم. این اندیکاتور اشباع خرید و فروش و تشکیل واگرایی ها رو به من نشون میده که خیلی هم کاربردیه. در کنارش میام یه اندیکاتور دیگه مثل سشن ها رو به نمودارم اضافه میکنم که بفهمم سشن لندن چه اتفاقی افتاده، نقدینگی کدوم سشن هنوز مصرف نشده و چند تا موارد دیگه. نکته که وجود داره اینه که تو نسخه رایگان تریدینگ ویو شما اجازه استفاده از 3 اندیکاتور رو به صورت همزمان ندارین و برای اینکه یک اندیکاتور دیگر رو مورد بررسی قرار بدین باید یکی از این 2 اندیکاتور از نمودارتون حذف کنین. ولی در نسخه پرو و پریمیوم تریدینگ ویو این محدودیت ها وجود نداره و کلی قابلیت های دیگه مثل کندل های تایم فریم دلخواه، ریپلای و بک تست گرفتن، آلارم گذاری به صورت نامحدود برای شما در دسترسه. برای خرید اشتراک پولی تریدینگ ویو هم میتونین با دریافت مسترکارت OMP فینکس به راحتی اقدام به خرید کنین. به نظر شما بهترین اندیکاتوری که در تریدینگ ویو میشه استفاده کرد ازش کدومه؟ حتما برامون کامنت کنین. در OMP فینکس آینده را مبادله کنید.